سلام دوستان، زهرا اصلانی هستم. با این نون شیرینی‌های خیلی خوشمزه و جذاب در خدمتتونم. از این نون شیرینی‌ها خیلی راحت تهیه میشه و مواد در دسترسی داره. ابتدا پودر قند و روغن جامد آشپزخانه رو با هم مخلوط میکنید. شما میتونید از روغن صاف یا روغن محلی هم استفاده کنید. با همزن هم میزنید تا کاملا یک دست بشه. حتما ظرف رو هم دورگیری کنید. ببینید عزیزان، به این ترتیب که یه مقدار این رنگش روشن‌تر شد و یک دست شد کافیه. حدوداً 3-4 دقیقه طول میکشه که شما به این مرحله برسید. حالا تو این قسمت ما تخم مرغ داریم، به همراه وانیل اضافه میکنیم. دقت کنید که حتما از وانیل با کیفیت استفاده کنید و میزان وانیل هم خیلی نباشه که شیرینیاتون رو تلخ نکنه. هم میزنید تا یک دست بشه. حالا ما اینجا شربت بار داریم که شما میتونید از عسل نرم شده هم استفاده کنید. به همراه هل و گلاب اضافه میکنید و مخلوط میکنید. یه مقدار با همزن هم میزنیم تا مخلوط بشه. حالا توی این مرحله ما آرد و بیکینگ پودر داریم که قاشق قاشق به مایع اضافه میکنیم، با لیسک هم میزنیم. شما میتونید از دستم کمک بگیریم و خمیر رو ورز بدید، ولی من با لیسک شروع کردم به هم زدن. مایع این خمیر این شیرینی یه مقدار شله، چون خیلی لطیفه. حتما باید داخل یخچال یه چند ساعت استراحت بدیم. به همین ترتیب که مشاهده میکنید ما این خمیرمون رو آماده میکنیم. از من با لیسک مخلوط کردم و خیلی خمیر چسبنده‌ایه. به هیچ عنوان آرد اضافه نکنید. هم میزان آرد کافیه. اگه بیشتر اضافه کنید شیرینیتون سفت و بیسکویتی میشه. پس به این نکات دقت کنید. خب داخل نایلون میزنم و داخل یخچال چند ساعت استراحتش میدم. به همین ترتیب که میبینی خمیر رو صاف کردم و داخل یخچال قرار دادم. خب حالا توی این مرحله چند ساعت استراحت کرده، من داخل همون نایلون شروع میکنم باز کردن خمیرم. از آن شما میتونید ضخامت این شیرینی رو بیشتر بگیرید و از کاتر کوچیکتر استفاده کنید که شیرینیاتون کوچکتر و ضخیمتر بشه. حالا دور نایلون رو با یه قیچی باز میکنید و شروع میکنید به کاتر زدن خمیر. خب من از این وردن‌های خطی استفاده کردم، چند تا شیار ایجاد کردم روی خمیرم. از آن دقت کنید که به همین ترتیبی که میبینید خیلی آروم از روی نایلون بلند کنید خمیرتون رو، چون این خمیر چسبنده هست و میچسبه. باید خیلی دقت کنید. از آن برای اینکه داخل فر قرار بدین حتما وقتی طلایی شد زیر شیرینیتون حتما یه مقدار روی فر رو هم روشن کنید، قسمت بالایی رو، تا رنگ بگیره و سریع از فر درش بیارین تا خشک نشه. حالا اینجا ما رومال زرد تخم مرغ و زعفران داریم که میتونید یه مقدار هم بهش شیر اضافه کنید. روی شیرینی ها رو کاملا با زرد تخم مرغ بپوشونید، کنجد بزنید و داخل فر قرار بدین. نکات داخل فرم بهتون گفتم که زیر شیرینی ها که طلایی شد قسمت بالایی فر رو روشن کنید تا روی شیرینی ها هم رنگ بگیره. این هم از شیرینی های خوشمزه و ممنون از همراهیتون.